خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با نصب بازی یوروتراک 2. خیلی ها گفته بودیم تو دایرکت که آموزش نصبشو بذاریم. خب بدون معطلی بریم آقا سراغ نصب بازی. اول اکانت استیم میخواین، باید استیمو نصب کنین. لینکشو میذارم این حالا یا این بغل یا این بغل میاد براتون. خب آقا میان تو کرومتون مینویسین دانلود بازی یوروتراک 2 آنلاین کرک گوگل تیم، بازش میکنین سایتو. اینجا سیستم حواستون باشه کمتر نباشه، کمتر از این مشخصات. دانلود بازی رو میزنین، 14 ثانیه که صبر کنین این سایت حالا باز میشه. حالا من دارم، حالا دیگه صبر نمیکنم. خب آقا این پارتا رو دانلود میکنین همشو، فقط حواستون باشه که اینترنتتون قطع نشه یهو وسطش، که اون پارتا از اول دانلود کنین. خب تموم که شد میاین توی پوشه یوروتراک. خب حالا هرچی دانلود کردین، حالا هر جایی که هست همشو سلکت میکنین و از حالت فشرده خارج میکنین. باز میشه حالا. خب شاید وسط اینجا ایرور میده که یعنی ایرور نیست، میگه که آقا مسیر فایلا رو به من بده. میگه مثلا پارت 6 میخوام یا پارت 7 میخوام. اینا رو بهش میدین. حالا بسته به سیستمتون که هرچی قوی باشه یا ضعیف باشه زمان میبره، حالا چه 10 دقیقه چه 20 دقیقه زمان میبره. پارتا رو دونه دونه بهش میدین تا نصب بشه. حالا بازی من نصب کردم، میام اینجا این پوشه یوروتراک کرک رو باز میکنیم. باید الان بازی رو کرک کنیم. ما بین رو باز میکنیم، این بین حالا 64 حالا 86 حالا بسته به سیستمتون بازش میکنیم. اینو کنترل سی حالا یا کپی پیست خودمون، بین 86 اینجا پیستش میکنیم. حالا من چون دارم الان ریپلیس میشه. تموم شد، الان بازی ما نصبه. آقا مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودین. ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنین و لایک فراموش نشه. توی اینستاگرام ما رو فالو کنین، پستای جالب میذاریم، جذاب میذاریم از بازی یوروتراک. و خدا حافظ.